سلام رفیق، امیدوارم حالت عالی باشه یا حداقل امیدوار باشی که بهتر میشه. میخواستم بگم مرسی که کنارم یا دنبالم میکنی. همین همراهی تو به من کلی انرژی میده. پس بیا بریم شروع کنیم. اگه همین الان با هندزفری توی اتوبوس، روی تخت یا حتی در حال راه رفتن داری منو گوش میکنی، خوش اومدی به اپیزود 4 آغاز پرواز. امروز میخوام یه حرف مهم بزنم، خیلی مهمه، از اون حرفایی که شاید ساده باشه ولی زندگی رو قشنگتر میکنه. اینکه قدر همو بدونیم، قدر لحظه هامونو، قرارهای کشتا رو هم بیا بذاریم کنار. ببین، زندگی خیلی وقتا مثل یه مسافر بینام و نشون میشینه کنارمون. یهو توی یه ایستگاهی که انتظارشو نداریم ما رو هم ترک میکنه. بعضی لحظه ها، بعضی آدما، بعضی حرفا فقط یه بار فرصت گفته شدن رو دارن. زندگی همیشه پر از فرصت نیست، پر از برگشت نیست، پر از تکرار نیست. گاهی فقط یه بار اتفاق میفته، یه بار گفته میشه، یه بار حس میشه. و اگه همونجا قدرشو ندونیم ممکنه برای همیشه تبدیل بشه به یه ایکاش خیلی خیلی بزرگ. ما آدما گاهی با خودمون میگیم بابا حالا وقت داریم، ولش کن، بعداً بهش فکر میکنیم. وقت برای حرف زدن، برای آشتی کردن، وقت برای گفتن دوست دارم، برای دلم برا تنگ شده. اما حقیقت اینه که زندگی همیشه به ما فرصت نمیده. گاهی فقط یه آغوش میتونه جای صدها توضیح رو بگیره. گاهی یه لبخند میتونه جای یه دعوای قدیمی رو پاک کنه. همینجوری هم گاهی یه جمله ساده مثل ببین نمیخوام ناراحت باشی، بیا درستش کنیم، من نمیخوام از دستت بدم، میتونه زندگی رو از یه جای سخت و طوفانی به یه جای آرومتر تبدیل کنه. آدمای زندگیمون رو همین الان، همین لحظه و همین ثانیه‌ای که دارم باهاتون صحبت میکنم قدرشون رو بدونیم. نه وقتی که نبودن و نیستن، یا وقتی که فقط عکساشون رو میتونیم نگاه کنیم، یا توی ذهنمون باهاشون حرف میزنیم بدون اینکه حتی صدایی از اونا بشنویم. قهر کردن شاید آسون باشه، اما آشتی کردنه که ارزشمنده. غرور گاهی قشنگه، ولی میگم گاهی. یعنی وقتی جای دوست داشتن رو بگیره میشه لباس سنگین که آدمو خسته میکنه. اگه دلت برای کسی تنگ شده، اگه حرفی داری که نگفتی، اگه بغض داری که مونده، شاید همین الان وقتشه که یه قدم کوچیک برداری. شاید همین قدم کوچیکه یه آغوش بزرگ برات بسازه. زندگی کوتاهه، آدما تکرار نمیشن. ما مسئول اینیم که چطور با همدیگه زندگی کنیم، نه فقط همدیگه رو تحمل کنیم. پس لطفاً همدیگه رو گم نکنیم، لحظه هامونو کوچیک حساب نکنیم و قهرامونو طولانی. بیاین قبل از اینکه دیر بشه بیشتر همدیگه رو دوست داشته باشیم، بیشتر ببخشیم و بیشتر کنار هم باشیم. تا اپیزود بعدی همدیگه رو گم نکنین، آروم قهر کنین و زود به همدیگه برگردین.